با سلام و آرزوی خوبی ها. یلدا جیرانی هستم، یک تن از فعالین اجتماعی افغانستان و ولایت هرات و همچنین رهبر جوان مؤسسه بین المللی حفظو در هرات. در این روزهای دشوار و دغدغه‌هایی که همگی ما داریم، اکثریت به واژه ها رو آوردیم و از طریق واژه ها آنچه که در فکر و ذهن ما و اطراف ما رخ میده ما اونا رو بیان میکنیم. مدت زیادی میشه که مینویسم و از جمله اشعاری که تاکنون نوشتم یکی از پارچه‌های شعری خودم رو به خوانش میگیرم. اندر دل من نوای یک انسان است، آری به خدا این وطنم ویران است. در کنار من پشتون و تاجیک یارم، ایماق و پشه‌ای باشد مددگارم. ای ام وطنم تو خواهر افغانی، با عشق تو آباد شود ویرانی. در معبد دل خانه‌ای ساز به خویش، آنگاست که آسان شود آرمانی. هزاره و حسبک همگی افغانی، با لهجه و لفظ مختلف انسانی. گر گوجر و ترکمن و یا پامیری، با هر نگهی هم دیار و جانی. تو برادرم شیعه و سنی چیست ها، ما هم وطن و پاره یک دورانی. ملت به من و تو سخت نیاز دارد و بس کن تو دیگر تبعیض که ما افغانی.